یه مملکتی مثل ایران با این همه مدیر که لازم داره و این همه پیچیدگی‌های مدیریتی، خب بالاخره کسایی که کارشناسن فکر می‌کنن کاری ازشون برمیاد، بعضیاشون توقع بیش از حد معمول و بیش از اون چه که مثلا معین شده دارن. چه جوری می‌خواین فوت و فنتون چیه تو اداره مملکت؟ هر جایی که شما یه موفقیتی می‌بینید، اتفاقا یه کار خوبی می‌بینید، یه جایی که کار کشور راه افتاده، چی بوده؟ اتفاقا جایی بوده که دور از تبعیض بوده، دور از رفیق بازی بوده، دور از باندبازی بوده، توجه به آدمای شایسته بوده، نه اینکه ببینیم کی تو باند منه، کی تو تیم منه. اینا خیلی مهمه. بالاخره ما می‌خوایم کشور رو اداره کنیم یا نه، یا به قول ما می‌خوایم کشور رو تازه جهش بدیم یا نمی‌خوایم جهش بدیم. جهش با این طور رفیق بازی جور در نمیاد، جهش با تعارف جور در نمیاد، جهش با اینکه به یه عده‌ای بخوای امتیازات خاص بدی جور در نمیاد. اینو من بارها گفتم، اصلا پیشرفت با عدالت به دست میاد. وقتی که فقط به یه عده خاصی بخوای امتیاز بدی و میلیون ها آدم رو شما کنار بگذاری، خب این طبیعتا موفقیت توش به دست نمیاد و این یکی از اون ایرادهایی است که باید جدی برطرف بشه.